شکمید باش. ببینیم بچه ها، یه داستان وجود داره. وقتی کسی بی‌حسی منطقه‌ای برای زایمان طبیعی یا سزارین میگیره، فوراً میگیم آهان اگر کمر درد داری مال این بی‌حسیه. نمیتونه خیلی واقعیت داشته باشه. خیلی واقعیتشو چرا خیلی؟ پس امکان داره واقعیت داشته باشه. خب به در واقع شیوه تزریقش هستش و در واقع پیدا کردن مکان مناسب که چند بار بخوان برن تا پیدا بکنن، چون یه ذره آسیب میبینه عصب، تا بخواد ترمیم بشه زمان میبره. ولی دومیه از اولیه در واقع مهمتره و محکمه پسندتره که یک زن تا 1 سال احتمال کمردرد وجود داره. منتها اونی که زایمان طبیعی میکنه میگه مقصر زایمان طبیعیه، اونی که سزارین میکنه میگه مقصر سزارینه، اونی که بی‌حسی منطقه‌ای میکنه میگه ما دوست داریم دوباره مقصر بگردیم. اینا نیست، اینا ویژگی بدن بعد از به دنیا آمدن بچه است که ما مراقبت از لگن و شکم رو فراموش میکنیم. بابا این لگن در طول 9 ماه جا باز کرده، این بعد دوباره برگرده سر جاش و خب این لگن تو مهرهاش وصل به کمره، آسیب به لگن آسیب به کمر میاره. بعد حمایت کننده کمر شکمه و خب این شکم 10 تا 15 سال جا باز کرده بوده و خب این هنوز سر جاش بر نگشته، اصلا مراقب شکم هم نبوده. پس خواهش میکنم اینقدر برای آرامشمون عاشق اینیم که دنبال مقصر بگردیم، فرار از رنج دنبال مقصر نمیم. اصلا میتونه خیلی وقتا ربطی نداشته باشه، ربط به عدم توجه من به توانبخشی بعد از زایمانه. برای همینه از مراقب کنندت، از مامان بزرگه دعوت میکنیم خانوم کلاس مامان بزرگا رو بیا، که اون الان خانومه الان دیگه بچه و شیر و اینا حواسش نیست. تو شاید بهت بگیم بعضی کارای قدیم درست بوده، اگر یه جاهایش غلط بوده بیا درستش رو بگیم که مراقب این مادر باشی. مامان بزرگا و مراقب کننده هر کسی میتونه باشه، نقش خیلی مهم تو توانبخشی بعد زایمان شما دارن، نقش خیلی مهم در موفقیت شیردهی شما دارن، نقش خیلی مهم در پیشگیری از افسردگی بعد زایمان دارن. پس اینا مهمه.